بله ما خسارت هایی دیدیم، جانهای عزیزی از دست ما رفتند، این تردیدی در این نیست. خب این طبیعت جنگه، فیقتلون و یقتلون در آیه شریفه قرآن، در طبیعت جنگ همین هست. لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرته، میتواند تصمیم بگیره، میتواند قدرتمندانه بایسته و از هایوهوی این و اون واهمه نکنه. البته شایعاتی درست میکنن که ایران، دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا. دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت. آمریکایی ها به دوستان خودشون هم خیانت میکنن، یعنی کسانی که دوستان اونها هستن به اونها هم خیانت میکنن. از باند جنایتکار صهیونی حاکم بر فلسطین حمایت میکنن. به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده و این یه چنین دولتی در قرآن نیست که کسی دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع. در این جنگ 12 روزه آمریکا به شدت ضرر کرد. آخرین تسلیحات و پیشرفته ترین تسلیحات رو در آفند و پدافند به کار برد. از زیردریایی هاش استفاده کرد، از هواپیماهای جنگندش استفاده کرد، از پیشرفته ترین پدافندش استفاده کرد، اما نتوانست به اون چیه میخواهد به او برسه. او میخواست ملت ایران رو فریب بده، ملت ایران رو به دنبال خودش بکشه. قضیه به عکس شد. همونطور که گفتم ملت ایران اتحادشون در مقابل آمریکا بیشتر شد و توانستن به معنای واقعی کلمه طرف رو ناکام کنند. امروز منفورترین انسانهای دنیا رئیس دولت صهیونی است. این منفورترین انسان دنیا امروز اونه و منفورترین سازمان و